سلام. سلام یعنی سلامتی. سلامتی مال مشروب واسه بچه های عباس آباده. اولین پیکو میرم بالا به سلامتی پدرم که کوه درده، سلامتی مادر، م واسه مهربونیش، آ واسه آرزوهاش، د واسه درداش، ر واسه رنجاش. سلامتی رفیقایی که تیزی معرفتشون از تیزی تو کمرشون تیزتره. دکتر بهم گفت عرق نخور، واسه سلامتی ضرر داره. خندم گرفت، گفتم دکتر من که واسه سلامتی خودم نمیخورم، به سلامتی رفیقام میخورم. سلامتی رفیقی که یه روز میاد سر خاکم اما نمیتونم جلوش پاشم، ولی خاطرم از این وقتی که خاکی زیر پاشم. واسه بکم میزنم سلامتی سگ خودم که مرامش از خیلی ها بیشتره. سلامتی مردی که پل نامردی رد نمیشه ولی تو دریای مردی غرق میشه. روزگار جوونی میره توی قهوه خونه، چشش میفته به قناری، به صاحبش میگه فروشیه، صاحبش میگه نه رفیقمه. بس میخورم سلامتی رفیقایی که رفیقاشون نمیفروشن. سلامتی رفیقی که زخم داشت ولی ناله نکرد. بچه بودیم کتاب میخوندیم، صفحه اوله که باز کردیم نوشته بود دزدی نکردیم. صفحه دوم نوشته بود به ناموس مردم نگاه نکنید، اونم نکردیم. صفحه سوم نوشته بود مشروب نخورید، مشروب هم نخوردیم. صفحه چهارم که باز کردیم نوشته بود رفاقت نکنید، کتاب بستیم دیگه کتاب نخوندیم. بی سواد موندیم ولی استاد رفاقت شدیم. یه داستان بهتون میگم مشروب بهتون مزه کنه. روزگاری یه پهلوونی هر روز میرفت قهوه خونه، 2 بطری مشروب و 2 استکان میخواست. میشست میخورد، مست میکرد، میرفت خونه. تا یه روز که میره قهوه خونه، قهوه‌چی ازش میپرسه از صبح که میای اینجا تا آخر شب که شل را میری شراب یا آبجو میخوای، حالا چرا از هر کدومشون 2 میخوای؟ گفت ما 3 رفیق بودیم، قول دادیم که هر جای تنها بریم جای هم بخوریم، جای هم مست کنیم، همیشه 3 پیک برومیم. بعد قهوه‌چی گفت من هرچی میگردم ببینم 2 پیک رو میده، شما که 3 نفر بودید. یاری نگاه بهش کرد، بعد با لبخند بهش گفت این سهم اون 2 من تو ترکم. سلامتی هرچی رفیق با مرامه. سلامتی همه عاشقا. سلامتی پسری که وقتی یه دختر ناز و خوشگلو تو خیابون میبینه سرشو میندازه پایین، زیر لب میگه اگه آخرش هم باشی بازم انگوش کوچی عشقم نمیشی. سلامتی پسری که با دوست دخترش پلیس میگیرتشون، پلیس بهش میگه نسبت شما با این خانم چیه؟ میگه عشقمه، کجا باید بیام؟ به سلامتی اون کسی که دوستش دارم ولی اون دیگه مال من نیست. سلامتی هم عاشقا. به سلامتی دختری که زیر بارون تو خیابون میمونه ولی خودشو به یه ماشین نمیفروشه. به سلامتی سربازی که 1 ساعت منتظر مونده تا با عشقش حرف بزنه ولی وقتی زنگ زد جز این نشنید، مشتریات مورد نظر اشغال میباشه. سلامتی سربازی که تو پادگان داره شامو به یاد دوست دخترش میخوره ولی نمیدونه دختره داره شام تو رستوران با یه پسر دیگه میخوره. سلامتی دختری که عشقش تو زندان بوده، به خاطر اون همه خواستگارش رد میکرده ولی نمیدونسته که خیلی وقت پیش عشقشو اعدام کرده. به سلامتی اونایی که دلشون از دست عشقشون داغونه. خدایا یا خیلی برگردون یا خیلی بزن بره جلو.